آلودگی هوا برای همه افراد جامعه مضر هستش، اما برای بعضی از افراد آسیب بیشتری وارد میکنه. چه افرادی بیشترین آسیب رو میبینن؟ 1. افرادی که سن بالای 65 سال دارن. 2. افرادی که سن زیر 5 سال دارن. 3. افرادی که بیماری های ریوی دارن. 4. افرادی که بیماری های قلبی عروقی دارن. 5. افراد حامله. اینها افرادی هستن که بیشترین ضرر رو از آلودگی هوا پیدا میکنن. آلودگی هوا چه کاری در بدن میکنه؟ 1. باعث تشدید بیماری های ریوی میشه. 2. باعث درد قفسه سینه میشه. 3. باعث افزایش احتمال آریتمی میشه. 4. باعث افزایش فشار خون میشه. 5. التهاب سیستمیک رو در بدن فعال میکنه و در نهایت 6. باعث سکته قلبی میشه. در مورد آلودگی هوا ما چه کار باید بکنیم؟ یکی اینکه حدالامکان بیرون نریم مگه اینکه مجبور باشیم. حداقل فضای خونه باز بهتر از فضای بیرونه. 2. از ماسک N95 استفاده بکنیم. 3. اگر تونستیم تصفیه هوا در منزل یا محل کار داشته باشیم. و 4. هم داروهای خودمون رو به صورت منظم مصرف بکنیم.